بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. دوستای عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. باز هم شکر میفرستیم، حمد میفرستیم به الله سبحانه و تعالی. الحمد لله کما یلیق بجلال وجهه و عظیم سلطانه که باز هم برای ما و شما توفیق داد که در درس از درس‌های توحیدی قرآن شناسی، فهم قرآن عظیم الشان بشینیم و از این استفاده بکنیم. حمد الله متعال است که برای ما فرصت عمر داد و همچنان توفیق داد که در این عصر فتنه های زیاد درس توحید بخوانیم. در بحث سومی که ما و شما رسیدیم در آیت 181 سوره آل عمران هستیم. در سوره آل عمران دوستای عزیز، در این بخش آیات قرآن شبهات دشمن، مصیبت ها و احکام ثابت قدمی را بیان میکنه. اول برای مسلمان ها در این آیت شبهات و ادعاهای غلط یهود نشان میده برای ما و شما، و یکی از مشکلات داخلی غیر مسلمانان که در مسلمان ها و در میان مسلمان ها زندگی میکردن، امی و یهودیایی بودن که در عصر رسول الله صلی الله علیه و سلم اینا شبهات را ایجاد میکردن و شبهات از اینا سبب عظیمی شد که هنوز مسلمان ها ثابت قدم شوند و احکام الهی نازل می شد و مسلمان ها وقتی آیات قرآنی را می شنیدن و معلم بشریت رسول الله صلی الله علیه و سلم با بسیار اخلاص و صداقت این آیات تشریح می کرد، بناهن صحابه از این شبهات نجات پیدا می کردن و این بر ما و شما درس بسیار بزرگ است، به خاطر از این که وقتی شبهات ایجاد میشن مسلمانان باید به این شبهات متاثر نشن و به احکام تشریعی اسلام ثابت قدم باشن. ایمان، فکر و اندیشی خدا با یقین کامل از این شبهات حفظ بکنن. یهودایی که در مدینه منوره بودن اینا اینی شبهات مطرح میکردن و آیات قرآن بیان میکنه که اول شبهه از اینا چی بود؟ اولی شبهه یهود در ذات خالق متعال و نسبت دادن صفات زشت به او بود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الله متعال میگه لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقیر و نحن اغنیا. ما و شما در بخش اسماء و صفات وقتی که عقیده توحیدی را میخوانیم، در بخش اسماء و صفات ما و شما این قسم از قرآن و سنت یاد میگیریم که انسان مسلمان در صفات الله باید 5 نقطه را مراعات بکنه. اول صفات الله را بشناسیم، دوم صفات مخلوق را بشناسیم. اول صفات خالق را بشناسیم، دوم صفات مخلوق را بشناسیم، سوم صفات خالق به مخلوق نسبت ندیم. و ما وقت برای فرزندای خود درس میتیم برشان میگیم که این 5 قاعده رو یاد بگیریم. صفات خالق متعال بشناسین، دوم صفات مخلوقات بشناسین، سوم صفات خالق به مخلوق نسبت ندیم و صفات مخلوق به خالق نسبت ندیم. این 4 قاعده شد. قاعده پنجم صفات خالق با صفات مخلوق و صفات مخلوق با صفات خالق تشبیه نکنیم. این اول وقتی که صفات خالق میشناسیم، صفات خالق متعال شناختیم، این قسم میشناسیم که صفاتی هست که به جلال و عظمت و بزرگی الله سبحانه و تعالی شایسته هست. صفات کمال هست، در اون نقصان نیست، عیب نیست. صفاتی است که به خالق متعال مختص است
و در این صفات هیچ کسی با الله شریک نمیشه. دوم قاعده ای است که ما صفات مخلوق میشناسیم. مثلا من مخلوق هستم، چی صفت دارم؟ صفات من صفات عاجزی هست، بیچارگی هست. بناهن من میخورم، من مینوشم، من استراحت میکنم، من خواب میگیرم، مریض میشم، ازدواج میکنم. بعضی اوقات از پیشم اشتباه میشه، اشتباهات میکنم. بعضی اوقات انسان ضعیف است، بخیلی میکنه. انسان ضعیف است، دروغ میگه. انسان مثلا ضعیف است. انسان صفات مثبت داره و صفات منفی داره. و این صفات مثبت انسان که هست هم دلالت به عاجزی و بیچارگی انسان میکنه، ولو که صفات مثبت است. من چرا نان میخورم؟ به خاطر از اینکه عاجز هستم، بیچاره هستم، ناتوان هستم، مخلوق هستم. اگر غذا نخورم یک روز دو روز راه رفتن نمیتونم. آب چرا می نوشم؟ به خاطر از اینکه من مخلوق هستم، عاجز هستم. صفت ضعفم است. من به خاطر عاجزی خود چی میکنم؟ به خاطر عاجزی و بیچارگی خود مجبور هستم آب بنوشم. اگر ننوشم هلاک میشم. ما چرا ازدواج کردیم؟ به خاطر از اینکه من مخلوق هستم، محتاج به خانواده هستم. اگر منفرد باشم در یک جای دلم میکفه. همین هست که فامیل از همراه زنا، اولادها، خانواده، خانم، فامیل، مادر، پدر، اینا کلش سبب الفت، محبت، دوستی میشه. انسان احساس خوشی میکنه. من چرا دختر میخوایم داشته باشم، پسر داشته باشم؟ به خاطر از اینکه بعضی اوقات انسان احساس عاجزی و ناتوانی میکنه. اولادهایش برش در ضعیفی و پیریش همکارش میباشن. پس صفات مخلوق چی است؟ عاجزی و بیچارگی است، ولو که صفات مثبت باشه. و صفات منفی مخلوق چی است؟ حسادت است، بخیلی هست، عاجزی هست، فقر هست، ناتوانی هست. این کلش صفات عاجزی مخلوق نشان میده. این ما صفات خالق شناختیم و صفات به عظمت الله شایسته هست، و صفات مخلوق شناختیم، صفات است که مربوط به مخلوق است. این صفات خالق است. سومی قاعده، صفات خالق به مخلوق نسبت نمیتیم. چرا؟ اگر صفات خالق به مخلوق نسبت دادیم، اینجا شرک در صفات شد. و همین قسم صفات مخلوق، چهارم قاعده، به خالق متعال نسبت نمیتیم. چرا؟ اگر این صفات مخلوق به خالق نسبت بدیم، بی‌ادبی در ذات و صفات و کمال خالق میشه. و همین قسم پنجمی قاعده که صفات خالق و مخلوق با هم تشبیه نمیکنیم. صفات خالق صفات خاص است که به عظمت، جلال و بزرگی الله شایسته هست، و صفات مخلوق چطور تشبیهی را بکنیم بین خالق با عظمت و بین یک مخلوق بیچاره عاجز ناتوان؟ این 5 قاعده اساسی قواعد فهم صفات الله سبحانه و تعالی هست. یهودی‌ها چی مشکل داشتن؟ عیبشان که اینا را کافر ساخت و بیدین ساخت و از صف ایمانی برآمدن و مورد لعنت الله قرار گرفتن که اینا صفات زشت مخلوق به خالق متعال نسبت میدادن. قاعده را که فهمیدین، آیات قرآن امیر میگه لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقیر و نحن اغنیا. میگه یقینا که الله متعال شنید سخن کسایی را که گفتن الله فقیر است و العیاذ بالله و نحن اغنیا، ما غنی هستیم. میگه الله فقیر است، ما رو میگه زکات بدین، میگه صدقه بدین. چه قسم مخلوقات لعنت شده هستند. الله متعال میگه پولدارایتان برای فقیرایتان امتحان است. پولدارهای انسان ها برای فقرای انسان زکات بده. صدقه مثلا یک انسان پولدار است، مالدار است، به یک فقیر صدقه میده. الله غنی عن العالمین، الله به عالمیان احتیاج نداره، غنی هست. الله خالق آسمان ها و زمین است، خلق کننده. حالا شما وقتی که معدن لاجورد میکشین، معدن زمرد میکشین، یک دو زمرد مثلا $1 قیمتش میباشه، یا طلا را میکشیم که مثلا یک خشت طلا چقدر قیمت میداشه باشه، کلش معادنی است که الله خلق کرده. الله اگر میخواست ضرورت به چیزا نداره. اگر کوه ها را ببینید، در بین کوه ها زمرد مخلوق الله هست، طلا مخلوق الله هست. الماس میکشن، یک توت الماس
چقدر قیمت ازی هستن. این کلش معادن هستن. خالق از اینا الله هست. اینا حداقل همون معقولیتی که باید در ذهن خود داشته باشن که کل زمین آسمان خالق خلق کرده. اینا خیستن این صفت زشت مخلوق که فخر است به الله متعال نسبت دادن و گفتن نحن اغنیا سنکتب ما قالوا. الله متعال میگه که ما نوشته میکنیم آنچه که اینا گفتن. و قتلهم الانبیا، پیش از اینا جنایات دیگه هم کردن، هم در حق الله و هم در حق پیغمبران. قتل کردن پیغمبران را بدون حق. و نقول و باز ما با قدرت خود و عظمت خود برشان میگیم که آل ذوق و عذاب الحریق، عذاب حریق بسیار عذاب سوزاننده بچشین. ذالک بما قدمت ایدیکم، ای به خاطر ازی که خودتان ایرا پیش خودتان ایرا فرستادین، دستایتان و دانتان و اعضای بدنتان ایرا چی کرد؟ تقدیم کردن. و ان الله لیس بظلام للعبید. پس اینا شبهه ایجاد کردن که العیاذ بالله امی صفات ضعفی که مخلوقات داره، این شبهه را ایجاد کردن که این خالق متعال داره. رسول الله صلی الله علیه و سلم آیات قرآن نازل میشه و شبهات از اینا رد میکنه که اینا بیدین هستن، اینا گمراه هستن، اینا در راه درست نیستن. این گپشان اشتباه هست. شبهه دومی که یهودیا و اهل کتاب میگفتن که الذین، شبهه در چی بود؟ میگفت ما به مکلفیت نداریم که به قرآن و به پیغمبر آخری ایمان بیاریم. این شبهه را ایجاد میکردن، میگفتن این چی هستن؟ میگفتن این مکلفیت ما نداریم. الله متعال میگه که دروغ میگن. الذين قالوا ان الله عهد الینا الا نؤمن لرسول حتى یأتینا بقربان تأکله النار. میگه ما با یک پیغمبر الله بر ما عهد کرده. که تومت سر الله متعال میکنن. الله بر ما این قسم گفته، عهد کرده که ایمان نبیاریم به پیغمبر حتی یأتینا بقربان، تا وقتی که این پیغمبر چی بیاره؟ قربان بیاره. قربان یعنی چی معنی؟ یعنی تا وقتی که پیغمبر